سلام رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با یه وبینار در خدمتتون هستیم، نقشه راه بازی سازی. یه چیزی رو همین اول توضیح بدم، اینکه قرار نیست بچه‌ها ویدیو وبینار جدا آپلود بشه، پس حتما روز چهارشنبه ساعت 19:45 آنلاین باشید، چون که این دیگه ویدیو از دستتون میره. خب یه مسئله رو من توضیح بدم اینجا براتون بچه‌ها. چرا نقشه راه بازی سازی؟ چرا راجع به این مسئله من دارم صحبت می‌کنم؟ ببینید بچه‌ها، مشکل بزرگی که بازی سازی توی ایران داره، حالا نمیشه گفت توی اروپا و آمریکا و اینجور جهان، نه، اونا بالاخره کارشون شفاف‌تره، مسیرشون روشن‌تره، اما توی ایران واقعا مسیرش تاریکه. چون که کسی نیومده این رو توضیح بده ما از صفر باید چیکار بکنیم، چه کارهایی رو نکنیم که مسیر رو اشتباه بریم 2 سال 3 سال بعد بفهمیم اشتباه بوده، دوباره برگردیم سر یه مسیر دیگه، باز به همون اندازه زحمت بکشیم تا بخوایم به اون هدف برسیم. حالا هدف میتونه این باشه شما قصدتون اینه که برید خارج از ایران توی شرکت بازی سازی کار کنید، میتونه هدفتون این باشه که فریلنسری کار کنید، درآمد دلاری داشته باشید، یا خودتون شرکت بازی سازی بالاخره ایجاد کنید و بازی بسازید و درآمد داشته باشید. هر کدوم از اینها همش هدفه، ولی رسیدن به اون هدفه که سخته تو این ایران. چرا بچه‌ها اینجوریه؟ چرا تو این کشور اینجوریه؟ گفتم چون که کسی نیومده توضیح بده. همه بچه‌هایی که الان به یه جایی رسیدن همه با تجربه رسیدن، پای کار موندن، زحمت کشیدن و به این نقطه رسیدن. حالا این مسئله‌ایه که باید حل بشه. چرا؟ چون دوستانی که الان میخوان وارد بازی سازی بشن یا حالا زمان زیادی نیست که وارد این مسئله شدن، باید بدونن این مسیر چطوریه، آموزش‌های خوب کجا گیر میاد، باید بدونن از کدوم ابزارها باید استفاده کنن که مسیرشون سریعتر براشون طی بشه. درسته؟ و ما توی این نقشه راه بازی سازی این کار رو انجام میدیم. توی 1 ساعت وبینار براتون توضیح میدم که شما چیکار بکنید که چند سال مسیر رو اشتباه نرید. همین اول هدفتون رو مشخص کنید. طبق این هدفی که دارید بچه‌ها، از ابزارهایی که در اختیارتون قرار میدم، حالا بهتون معرفی میکنم توی وبینار، از اونها استفاده کنید که سریع به همون هدفتون برسید. پس روز چهارشنبه ساعت 19:45 حتما توی وبینار شرکت کنید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. تا چهارشنبه، خدا نگهدار.